امروز میخوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که برای همه ما مهمه. ویژگی هایی که باعث میشه دیگران به سمت ما جذب بشن. خیلی وقتا فکر میکنیم جذاب بودن به اینه که به ظاهرمون برسیم، اما حقیقت اینه که بیشتر به ویژگی های درونی و رفتار ما برمیگرده. اولین موردش اعتماد به نفس مایی که مثل آهنربا عمل میکنه. آدمایی که خودشون رو باور دارن بدونی که حرف زیاد بزنن توجه دیگران رو جلب میکنن. این اعتماد به نفس نشونه قدرت درونی و آرامششونه. مثلا کسی که توی جمع راحت نظرش رو میگه، حتی اگر همه قبول نکنن نظرشون، باز هم بهش احترام و توجه میدن. دومین مورد صبوری و گوش دادن فعاله. یکی از جذابیت‌ها و ویژگی‌های افرادی که دیگران جذبشون میشن اینه که بلد هستن که درست گوش بدن. وقتی با حوصله به کسی گوش میدین، اون شخص حس میکنه براتون مهم و با ارزشه. این موضوع رابطه رو خیلی عمیق‌تر میکنه. مثلا تو یه دوستی داری یا یه رابطه عاطفی داری، کسی که بلد باشه فقط گوش بده بیشتر از کسی که فقط نصیحت میکنه تاثیرگذاره. اگه تا اینجای ویدیو برای شما مفید بود، حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید و ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. و اگه دنبال تکنیکی هستین که عشق فرد مورد نظرتون رو جلب کنین، به ویدیویی که این بالا براتون میذارم مراجعه کنید. سومین مورد لبخند و انرژی مثبتی است که شما دارین. لبخند ساده ترین ولی قوی ترین زبان دنیاه. یک لبخند میتونه فضای سنگین رو سبک کنه، باعث شه آدم ها احساس راحتی کنن و به سمتتون بیان. وقتی شما لبخند میزنین، حتی اگر زبون طرف مقابلتون رو ندونین، یه ارتباطی بینتون برقرار میشه. انرژی مثبت باگیر داره. هر وقت شاد باشین، محیط اطرافتون هم پر از انرژی میشه و انرژی دیگران رو بالا میبرین. چهارمین مورد صداقت و اصالت شماه. آدم ها ناخودآگاه جذب کسایی میشن که خودشون هستن، نه کسایی که نقاب میزنن. صداقت یعنی جرأت، یعنی واقعیت خودتون رو نشون دادن. این باعث میشه سریع دیگران بهتون اعتماد کنن و اون چیزی که میخوان رو راحت به شما بگن. وقتی شما نقاب بزنید و صداقت نداشته باشین، اونها هم با شما نمیتونن صادق باشن، نمیتونن به شما اعتماد کنن، بنابراین جذب شما نمیشن. قبل از اینکه برسیم به مورد پنجم که خیلی مهمه، میدونم خیلی از شماها شخصی هست که مدام توی ذهن شما میاد. اگر میخوایم بدونین چرا و به چه دلیل این شخص مدام توی ذهن شما هست، به این ویدیویی که بالا میذارم مراجعه کنید. پنجمین مورد هوش عاطفیه. هوش عاطفی یعنی اینکه احساسات خودتون رو بشناسین، بتونین احساسات دیگران رو هم درک کنید و با مهارت روابط عمیق‌تری بسازین. آدم هم وقتی که هوش عاطفی بالایی دارن، همیشه اطرافیانشون زیادترن، چون بقیه پیش اونها احساس آرامش میکنن و روابط عاطفی بهتری میتونن باهاشون برقرار کنن. پس یادتون باشه برای اینکه آدم‌های اطرافتون بهتون جذب بشن، بیشتر از هر چیزی باید روی ویژگی‌های درونیتون کار کنید. اعتماد به نفستون رو بالا ببرید. صبوری کنید تو گوش دادن به حرفای دیگران. وقتی حرف میزنین یا ارتباطی برقرار میکنین، لبخند بزنین و انرژی مثبت رو انتقال بدین. تو حرف زدناتون صداقت و اصالت رو منتقل کنین. هوش عاطفی رو یاد بگیرین. این موارد باعث میشه که دیگران به راحتی جذب شما بشن و به شما اعتماد کنن. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین.